که خصوصا ابن تیمیه هم قایم به جسم بودن خداوند قایله، بنابر همین سبب او را مجسمه عصر میگفتن. خدا را مکان تشبیه میداد، خدا را جسم تشبیه میداد، ولی مسئلهش میبیاد. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه، ما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، چند روز قبل یکی از عزیزان و یکی از بزرگواران برای من ویدیویی را فرستاد از شخصی که ایشان درباره ایمان صحبت میکنه و همچنان درباره به هر حال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. و قسمتی از این ویدیو را این دوست عزیز ما فرستاد و من روی همین قسمت ان شاء الله تعلیق خواهم داد و صحبتی درباره‌اش خواهم داشت. اول ایشان درباره ایمان صحبت میکنه، اجازه بدین ببینید چی میگن. و بر این که ایمان البته باید در آن تصدیق قلب و اقرار به زبان باشد. این 4 ایمان گفتن که ایمان گفتنی به زبان است و تصدیق به قلب است. ایشان دام الله اکبر، همچنان که اون دوست عزیز ما اسمشان را فرستادن، ایشان میگه که این 4 امام گفتن که ایمان عبارت از اقرار به زبان و تصدیق به قلبه. در واقع این حرف صحیح و درست نیست از نظر اهل سنت و جماعت، و بلی در میان فقها برخی ها هستند که این قول را گفتن، اما امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمهم الله و بقیه اهل سنت و جماعت مخالف این دیدگاه را دارن. فقط در بحث امام ابو حنیفه رحمه الله هست که بعضا یعنی از ایشان اقوال ذکر شده، گرچه برخی از علما میگن اختلاف سوری هست که یعنی اساساً اهل سنت و جماعت و علمای بزرگوار اینطور تعریف میکنن که ایمان عبارت است از اقرار به زبان، تصدیق به قلب و عمل به جوارح، و عمل به جوارح جزء از ایمانه. نمیتونیم اون رو از حقیقت ایمان در واقع خارج بسازیم. و درباره امام ابو حنیفه رحمه الله هم که وجود داره، بعضا میگن این اختلاف سوری هست، اختلاف به هر حال اصولی و ریشه‌ای و کلیشه‌ای نیست. و بعضا میگن اختلاف وجود داره و این یکی از به هر حال مسائلی هست که امام بزرگوار رحمه الله در این مسئله به خطا رفتن. ولی حقیقت امر اینه که اجماع اهل سنت و جماعت بر این دیدگاه هستند که ایمان عبارت است از اقرار به زبان، تصدیق به قلب و عمل به جوارح، و عمل به جوارح جزئی از ایمانه. همچنان که امام بخاری رحمه الله در کتابی لالکایی، امام لالکایی رحمه الله از ایشان نقل میکنه که مجلد اول صفحه 195 ایشان میگه که من بیش از 1000 نفر از علمای بزرگ را که من ملاقات کردم، همه آنها همین حرف میگفتن که ان الدین قول و عمل، دین قول و عمله، یعنی تنها عمل از دایره ایمان در واقع خارج نمی کردن و همچنین از مسمای ایمان خارج نمی کردن. و همچنین ابن عبدالبر رحمه الله در کتاب التمهید خود میگه که مجلد 9 صفحه 228 ایشان میگه که اجمع اهل الفقه والحدیث ان الایمان قول و عمل. اهل فقه و حدیث میگه اجماع دارن بر این مسئله که ایمان عبارت است از قول و عمل. و همچنین امام حسن بصری، همچنان که عبدالله ابن احمد یعنی فرزند امام احمد در کتاب السنه خود و خلال در کتاب السنه خود و آجوری در کتاب الشریعه از اون نقل میکنن، میگه الایمان قول و عمل، ایمان قول و عمل هست. و از مالک رضی الله عنه و رحمه الله، مالک ابن انس رحمه الله اینطور آمده که الایمان قول و عمل یزید و ینقص. امام عبدالله ابن احمد این را در کتاب السنه خود نقل میکنه و امام ابو داود در کتاب مسائل امام احمد آن را نقل میکنه و همچنین خلال هم در کتاب السنه آن را نقل میکنه. و امام عینی یعنی ایشان بدرالدین عینی صاحب کتاب عمدة القاری ایشان میگه که درباره ایمان وقتی صحبت میکنه میگه که یعنی در مورد فرقه هایی که به اصطلاح اختلاف در میان در تعریف ایمان دارن، میگه که
الفرقة الرابعة قالوا إن الإيمان فعل القلب واللسان مع سائر الجوارح. بعد میگه که وهم اصحاب الحديث، اینها اصحاب حدیثن که این دیدگاه دارن، و مالک و الشافعی و احمد و الاوزاعی و الى آخر. وما ذهب إليه السلف وأهل الأثر أن الإيمان عبارة عن مجموع 3 أشياء: التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. این قول امام بدر الدین عینی هست که در کتاب عمدة القاری نقل میکنه از این ائمه بزرگوار، چون ایشان ادعا میکنه که این 4 امام، در واقع اینطور نیست. کدام 4 امام؟ و درباره امام ابو حنیفه رحمه الله هم صحبت کردیم، عرض کردیم که موضوع یعنی مشخصه و نمایان هست. اما ایشان یک ادعای دیگر میکنه، گوش کنید. که خصوصا ابن تیمیه هم قایم به جسم بودن خداوند قایله، بنابر همین سبب او را مجسمه عصر میگفتن. خدا را مکان تشبیه میداد، خدا را جسم تشبیه میداد، ولی مسئلهش میبیاد. این یک دروغ محضه که ایشان میگه، ابن تیمیه رحمه الله البته، ایشان میگه که ایشان قائل به جسم بوده برای الله متعال، یعنی از فرقه مجسمه بوده، نعوذ بالله من ذلک، و تشبیه میکرده الله را. این حرف دروغه، حرف کذبی هست و من این را در یک برنامه مستقل یا در یک ویدیوی مستقل پاسخ دادم، لینکش را میگذارم برایتان در پایین. و در عین حال در کتابم، در کتاب ستاره درخشان در شام، ستاره درخشان در شام که سیری در زندگانی شیخ الاسلام ابن تیمیه هست، به صورت مفصل من این را جواب دادم. اونجا یکی از شبهات همینه که به صورت مفصل پاسخ داده شده و شما وقتی به کتاب مراجعه کنید مشخصه برایتان، مشخص میشه. بلکه شیخ الاسلام رحمه الله از جمله کسانی هست که به شدت مبارزه میکنه با مشبهه و مجسمه. چطور ممکنه همچون چیزی؟ 4 دروغگو و کذاب آمدن این حرف را بر او نسبت دادن و بعد یک کسی دیگه میه نقل قول میکنه از کذابین و بعد ایشان، یعنی با این جرأت من تعجب میکنم والله. نیاز به مطالعه بیشتر دارید جناب دام الله، نیاز دارید که شما بیشتر مطالعه بکنید در این راستا و خواهش میکنم یعنی مسائل دقیق باشین. این مسائل علمی است. من نمیدونم این برادر از چند ویدیو این صحبت شما را گرفته، چنانچه که یعنی دیده میشه من فکر میکنم در یک صحبت بوده باشه، در یک صحبتتان فقط این 2 کلیپ را این برادر برای من فرستاده و عجیبه. بنابراین در مسئله ایمان هم شما به خطا رفتید، یک از دروغ نسبت دادید به ائمه بزرگوار و همچنین نسبت دروغ دیگری که به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میدید. این از دروغ‌های بسیار واضح و آشکاره و من در ضمن این ویدیو یا در لینک در پایین این ویدیو برایتان لینک را قرار میدم، خودتان مراجعه کنید ببینید و ان شاء الله حقیقت برایتان آشکار خواهد شد. و همچنین برای برادران تاجیک عزیز، برای عزیزان تاجیک من خواهش میکنم این ویدیو را به ایشان برسانید و امیدوارم که ایشان تجدید نظر بکنه در تعاملش و در بیان مطالبی که در واقع برای شنوندگان و بینندگان خود داره. حقیقت رو برای مردم باید گفت، نه ای که انسان تزویر بکنه خدای نخواسته و اینطور یعنی دروغ ببنده و تهمت بزنه برای علمای بزرگواری و نسبت‌های ناروا به ایشان بده. جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.